آقا سفر ما هم تو سوئیس ژنو به پایان رسید و الان داریم میریم کجا سارا؟ داریم میریم بارسلونا. خیلی هم خسته ایم، داریم میریم بارسلونا. تو بارسلونا هوا خیلی عالیه، با ما باشید که میخوایم هم بریم لب ساحل. نه نظر چه سارا؟ لب ساحل برو بریم. خیلی شبیه تهران. آقا رسیدیم هتل ما اینجا تو بارسلونا. به چه جایی، دقیقا وسط شهر. ببین چقدر قشنگه بچه ها. بزن سارا آسانسور رو بزنیم بچه ها. بچه ها اومدیم تو روفتاپمون. چقدر خوشگله اینجا استخر. کل بارسلون زیر پات. درخت لیمو داره. بچه چقدر باحاله اینجا. ولی ما یکم گم شدیم حالا. آقا رسیدیم اسپانیا. ویلکام تو بارسلونا. اینم موزیک اسپانیولی واسه شما. رسیدیم اینجا مرکز بارسلون. اومدیم این شهر، این چی میگن خیابونه مرکزیشو ببینیم، به شما هم نشون بدیم، بعدا با هم دیگه بریم یه شامی بخوریم. بچه ها میگن اسپانیا از ایتالیا هم ارزون تره میگن، حالا ما هنوز ندیدیم خودمون. نه الان روز اول تازه رسیدیم دیم ببینیم که چجوریه، ولی میگن که اینجا ارزون تره. ببینیم واقعا اگه اینجوری باشه که خوراکه. اینم سارا خانم. سارا خانم سلام. بچه اینجا خیابوناش یکم شبیه، مخصوصا این قسمتش یکم شبیه استانبوله، ولی خب خیلی خوشگل‌تر، ترتمیزتر، شیک‌تر، ولی خیلی شبیه استانبول. اینجا چه باحاله این چیزه، شبیه چقدر خوشگله. اوی ترسیدم. ببینید تغییراتی که یه چیزی که تو سوئیس یه دونه هم ما ندیدیم، یعنی یه دونه آدم کارتون خواب و فقیر. قبول داری سارا؟ کارتون خواب ما توی چیز ندیدیم، توی سوئیس ندیدیم فقیر. اصلا تو سوئیس آدم فقیر پاریس مثلا یکی دو تا بود. اینجا مغازه بارسلونا، بیا پیداش کردم. بریم در مغازه بارسلونا. بچه کیا طرفدار بارسلونا؟ اینجا بنویسین بارسا استور. بچه پایه این بریم استادیوم بارسا ببینم اگه باشه فردا میزنیم. Yo siento al cantar, pensando que voy a amar, pues enamorado está de difícil es insistir. Tu cuerpo quiero amarte siempre, quiero amarte. No debes olvidar cada mañana, mira para ver la tumba de mi cama.
بچه این مغازه رو ببینید چه باحاله، لباساشو قشنگی؟ آقا حرف دله همه جوونا رو زده نمیشه I love sex, I love my boyfriend, I love sugar daddy. بچه اینجا رو گلم که قشنگ علنی برای بچه میزنن. بیا I love cannabis. همه گلوازا، همه خوبا. آقا اومدیم یه جای باحالی کشف کردیم، یه کلیسای خیلی خفن. چه خوشگله، واو. خیابون بغل این کلیسای یه صدایی میاد، من اینجا رو میبینم یاد بازی اساسین کرید میافتم. سلام علیکم، خوب هستین؟ در پنجره رو بستین. آقا ما در پنجره رو میخوایم وا کنیم، ببینید چه هوایی. به به به. آقا بیا لذتشو ببرین. خوبی منو بچه. آقا روز دوم اینجا میخوایم بریم یه کلیسایی که خیلی 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 معروفه اینجا به بارسلونا. اسمش چیه سارا؟ ساگرادا فامیلیا. به فارسی میخوایم ترجمهش کنیم خانواده بزرگ، خانواده سکرت. پس با ما باشید، ساگرادا فامیلیا رو از دست ندید. آقا داریم میریم صبونه بزنیم، چقدر خوشگله رسونه. آقا ما همین الان رسیدیم روبروی ساگرادا فامیلیا. چقدر زیباست. اومده این ببینین قبل اینکه بریم تو از بیرون ببینینش. حالا منتظر تور لیدرمونیم بیان دنبالمون و بریم بالا. بچه اینجا یه سری پیرمردن دارن یه بازی میکنن، خیلی باحاله، شبیه بولینگه ولی خب متفاوته. بذار ببینم میتونم بهتون نشون بدم. اون جلو میچینن یه چیزایی مثل این وزنه های زورخونه هاست، کله قندی ها، و اینا میان بهش میزنن. یا کن آقا حالا تور لیدر ما هم رسیده، بریم پیشش که دیگه بریم توی ساگرادا فامیلیا. برو بریم. The project was established for almost 20 years and on the 50s they started with the other facade of the park. اینجا از سال 1882 شروع شده واسه ساخت، هنوز کامل تمام نشده. باورتون میشه؟ هر کدوم این سمبولا اینجا یه معنی خاصی داره. بچه‌ها این قسمتایی که خاکستری رنگه از قبل درست شده و این قسمتایی که قهوه‌ای رنگی تازه هنوز داره درست میشه. یعنی تو این 200 سال هنوز کامل نشده این کلیسا. بعد یه جالبه‌ای که داره خیلی حالت سه‌بعدیه. Do you remember the movie Lion King? Yes, eh? Remember when Simba is born that all the jungle is coming to و the همه So he did this. دارن سلبریت میکنن، دارن شادی میکنن و That's why we have all the فرشته ها دارن آهنگ بزنن و شادی میکنن لحظه به دنیا آمدن حضرت. آقا خلاصه وارد شدیم توی کلیسای ساگرادا فامیلیا. میبینین که همینجوری که اینجا میبینین طرحهاشون، شیشه هاشون مثل معماری های ایران رنگیه.
شرقه، این ور غربی. وقتی که طلوع میکنه رنگای آبی و اون رنگ روزه، اینم موقع غروبه وقتی که اون رنگ نارنجی و زرده. این وره هر جوری که They can come, actually this is a basilica, you need the permission of the Vatican for being a basilica. They can come consecrate but not powerless. من داشتم به این فکر می‌کردم که معماری‌های اون زمان چه معماری‌های قشنگی بوده. واقعا کسایی که معماری دوست دارن و تاریخ رو دوست دارن بیان ایتالیا و بیان اسپانیا خیلی لذت میبرن به خاطر اینکه خیلی معماری قشنگی داره. بچه‌ها این عکس نشون میده مراحل پیشرفت چیزو این کلیسا. یه چیز دیگه هم که جالب شما بدونید اینه که اینجا رو القاعده بهش حمله کرده بوده، می‌خواسته سال 2017 بمبگذاری کنه. من نمیدونم چرا ولی کلا مریضن دیگه این تروریستا. بچه اومدیم تلفریک مونتیچ بریم بالای ما، غروب آفتاب می‌خوایم بالای کوه ببینیم. کل شهرم زیر پامون. الانم کلی غذا خوردیم. سارا دوست داشتی پاستا رو؟ ببین یه پاستا درست کرد. چیز رستوران اینجوری بود که تو میتونستی خودت اینجوری که میخوای پاستا رو درست کنی. یه پاستا درست کردم. یارو اومد بغلیم اینجوری که آقا من یه پاستا شبیه میخوام. بذار گارسون گفت نداریم، خودش درست کرد. گفت نه پس برو این چی درست کرد واسه من همونجوری درست کرد. لپ کلام. یه بشقاب جدید تو اون رستوران درست شد به اسم من. آقا بریم تلکامی. بیا سارا. کی باید بریم الان؟ آقا بلیط رو همینجوری گرفتیم و هیچی نشد. آقا این پیچش چقدر گنده است. اونایی که آدم پاش آویزونه باله. اوه سارا زیر تو نگاه کن. وای چه خوشگل. بچه اون بالا یه کاخ هست. بچه ها رسیدیم دم کستل مونتیک. چقدر خفنه، چقدر گنده است. سارا یادت راجع به خندق‌ها بهت میگفتم بیا اینجا هم دور تا دورش خندقه. بچه من کلا جای تاریخی دوست دارم. دوست دارم بدونم شما هم جای تاریخی دوست دارین. اینجا واسم کامنت بذارین اگر واقعا جای تاریخی رو دوست دارین. چه جایی تو این سفرایی که من رفتم و واسهتون فیلم گرفتم کدوم از این مکان‌های تاریخی رو بیشتر حال کردین بنویسین واسم. و اگر اطلاعاتی میدونین راجع به این مکان‌های تاریخی که من نگفتم تو ویدیوام حتما واسم کامنت کنین. راستی یه چیز دیگه سابسکرایب کنین، حمایت کنین. به خدا من به کمک دستان گرمتون نیازمندم. بچه‌ها اینا توپخونه داشتن. این توپخونه هاشه، توپاش این جلوه، دقیقاً جلوی قصر توپخونه داشتن. اونجا هم که دریاست خب 100% به کشتی‌ها و قایقایی که می‌خواستن به اینجا حمله کنن این توپخونه ضربه می‌زده. اینم درب ورودی قصر. یه توپ هم اون بالا داره اونهاش و یه توپ هم اینجا داره. این روبروی توپه و این بغل هم یه توپ دیگه. آقا رسیدیم دم ورودی کستل مونتیک. واو چقدر خوشگله. بچه‌ها هیچکی نیست، واقعا هیچکی نیست. سارا خانم خوشگله نه؟ خیلی خوشگله اینجا. ما یه 20 دقیقه بیشتر وقت نداریم بریم این تو. همه دارن میان بیرون، ما داریم میریم تو. اونایی که یکم راجع به تاریخ میدونن که کاتالونیا یعنی کاتالون ها کلا خودشون جدا میدونن از اسپانیا، یعنی زبون خودشونو دارن، آداب و رسم و رسوم خودشونو دارن، تاریخچه خودشونو دارن و کلا میگن که ما یه کشور جدا هستیم از اسپانیا. چه خوشگله. سارا بیا بریم اون بالا. داریم میریم بالا توی این لبه های قصر. بچه ها دیگه وقت برگشت به سمت هتل. اینم از امروز ما.
ولی هنوز تموم نشد. روز تموم شد ولی شب که تموم شد که بریم سوار تلکابینمون بشیم و بادیو بریم به سمت هتل. که خوشگل هوا اینجا رو. ما باشین که امشب میخوایم کلی آتیش بسوزونیم. ما بچه‌ها شبای بارسلون آوردمتون امشب با خودم بیرون با هم دیگه بریم یه دوری بزنیم توی بارسلونا، اونجایی که همه جوونا میان، پاتاق جوونا. صبونه باحال بزنیم، حاضرشیم بریم موزه بارسلونا. بچه ها این چقدر شیک و مجلسی هتل. خدای قبول داریم. سلام سارا خانم. حال شما خوب هستین؟ بله ما هم خوب هستیم. بریم صبونه بزنیم. بچه ها خیار و گوجه صبونه میزنیم با چی؟ با پنیر لیقوان داره اینجا مشتی. امروز روز آخره داریم میریم یه آکواریوم اینجا که بارسلونا هست. آکواریوم اصلی بارسلونا خیلی خفنه. داریم میریم اونجا. شما هم با ما بیایم بریم ببینیم چیه. موسه و شارک مارک و این داستانا توشه. برو بریم. رسیدیم بریم کوسه بازی، شارک بازی. سارا از شارک میترسی؟ فکر رفتی شنا کردی با چیزا. بچه ها اونایی که سفر ما رو به فناندینو رو دیده بودن یا دیدن میدونن که ما با کوسه ها شنا هم کردیم، مشکلی نداریم. سارا خانم میاد با کوسه ها رفته این مرانه جینگولک بازی. تازه من خودم یه ویدیو دارم اونم میذارم براتون که رفتم قواسی یه کوسه هم پیدا کردم، از کوسه هم فیلم گرفتم، اونم میذارم براتون همین کانال خودم. بریم ببینیم. این کوسه ریسپشن. آقا راستی خیلی از بچه‌ها ممکنه بپرسن قیمتاش چجوریه این جایی که ما می‌بینیم. اینجا شد نفری 27 یورو، یعنی شد 54 یورو. بخریم همینجوری گاز بزنیم. پاستیل. بچه‌ها ما عاشق پاستیلم. هرجا بریم پاستیل. یا از این چیزا می‌تونیم بخریم. سارا بادوم زمینی‌ها. بادوم زمینی با پاستیل خیلی فرق می‌کنه. نه دیگه یا این یا اون دیگه. گفتم یا این یا اون. جلهشی کرده اون زیر. میبینیش؟ مارمانیه بچه رو میبینی جلهشی کرده. خوش کرده. خیلی گردن کلفته، یعنی وحشی ها. این ماهی ها چقدر با کنار این کوسه ها دارن شنا میکنن. این مثل سلطانشونه، یعنی قشنگ لش هیچ کاری نمیکنه. شلکس کرده اینجا از خوش میره این برون و
موقع غذاش هم باشن ماهی اینجوری میان میرن تو دهنش، اصلا تکون نمیخوره. خیلی خوبه. اینا نوچه هاشه. حالا اینجا تونله دو طرفش قشنگ ماهی. خوبه، خیلی گنده است. حاضرین بریم تو دهن نهنگ. حضرت یوسف پیامبر اسماعیل بوده قاطی کردم منو. واله بچه میدونستین تو دهن نهنگ همچین چیزایی هست؟ چه جاله. آخ اینا عروس دریایی ها رو ببین چه خوشگل هست. اینا الکی هن که اینا هم که اصلا این خانواده بچه ها، این خانواده اول که ما اومدیم اینجا یعنی هی میرن هی میان، هی میزن یکی دیگه بازی کنه بعد پشتنش دوباره اونا میرن بازی کنن. حال کردن فکر کنم شهر بازی. از فردا نکنیم. آره 4 تا بچه ما میخوایم، 2 تا دختر 2 تا پسر. 4 تا. چرا 4 تا؟ پس چند تا؟ 2 تا. چرا 2 تا؟ بیا اینم کوسه، ولی باور کن این اندازه کوسه واقعی ها. باور کن سارا کوسه واقعیه، باور کن این اندازه کوسه واقعی. اونا بچه کوسه بودن اینجا گرفته بود. این هم از امروز ما. سارا خدافظی کن. خدافظ. دعوت کن بچه ها رو به کانال سابسکرایب کنن، به ویدیوهای بعدی ما بیا. حتما لایک و سابسکرایب کنین حتما. سلام خانوم. سلام. اومدی شام رومانتیک؟ بله. بچه ما آب میخوریم توی شام رومانتیکمون. بهترین چیز چیه؟ آب. زبون بازی اشاره کنیم. اون اولای آشناییمون میگفتی تو تکست مسیج میگفتی وای این دختر چقدر دلبری میکنه. وای چه دلبری میکنه. این هم شب آخر ما اینجا توی بارسلونا. اومدیم یه شام رومانتیک دوتای ما همین پایین اومده. فردا بریم کجا سارا؟ فردا بریم پرتغال، بریم لیسبون. با ما باشین ادامه این ولاگای اروپا.